خیلی تو دوست دارم جیگرمه. I love you ترخ پشت بندشم. ای جیگر تو بوچوشم آفرین. منم بوچوشم. راستی جانم. عذرخواهی میکنم دیگه امروز نتونستم بیان جا تو جیگرم خانه شما خالیه دیگه عذرخواهی میکنم به خدا نمیشه کار دارم. اشکال نداره عزیزم دیر که نمیشه باشه یه روز دیگه. اشکال نداره جوش نزن باشه یک روز دیگه. راستی جان اگه الان جا تو میبودم چیکار میکردی خدمه؟ منظورت امروزه الان که خونم خالیه؟ ها دقیقاً همین امروز میگم همین الان فرض کن خانه شما هیچ کس نیست ما اومدم خانه شما چیکار میکنی خدمه؟ 100% دو نفری خونه رو تمیز میکردیم. حالا فرض کن خونم تمیزه الان چیکار میکردی؟ با هم میرفتیم تو اتاق. ای جیگره که میرن تو اتاق من الان میخواستم همین بشنوم دقیقاً ببین نیاز داشتم ویتامین اتاقم کم بود. آخه خب الان فرض کن تو اتاقم چیکار میکنی تو اتاق؟ اتاق رو تمیز میکردیم. بالکل دیگه ریدم من تو اتاق تو بابا الان موقع نظافت خدا وکیلی فرض کن همه جا تمیزه چیکار میکنی الان خدمه؟ میرفتیم رو تخت. ای جیگره که میرن رو تخت من خواستم از اول همین بگی با خدا که خیالم تخت باشه رو تخت. واو الان فرض کن رو تختم چیکار میکنی؟ با هم تخت رو مرتب میکنیم. عجب گیره کرده تا قفلی زده خدا وکیلی پیرگو ول کده که نظافت ول کن الان همه جا تمیزه کل دنیا تمیزه ول کده بکنم. خب الان آفرین رو تخت الان چیکار خب میکنی؟ الان یه چرت میزنیم. ای جیگر یک چرت میزنم بعد چرت چی؟ حالا میشه اول چی کنم بعد چرت بزنه؟ نه دیگه اول چرت بزنیم. اشکال نداره. حالا فرض کن چرت رم زدم حالا بعد خزان چیکار میکنه؟ میریم تو حیاط رو با هم تمیز میکنیم. ریدم تو اتاق تو ریدم تو حیات تو ریدم تو خونه سر زندگی شما بابا برو سر اصل مطلب دیگه پیرگو. ای بابا